به نام خدا، محمدی هستم از اندیشکده نخبگان طولی به ریاست سرور ارجمند و نخبه دوانا جناب آقای سید منصور محمدی. موضوع این کنفرانس و سخنرانی که 299 هست سخنرانیش، تبدیل گازوئیل به گاز، برق، بنزین، نفت و سوخت خودروها به جای بنزین و نفت اینا. یعنی چی؟ یعنی اینکه گازوئیل به گاز تبدیل میشه و گاز متان تبدیل میشه و این گاز متان وقتی گازوئیل 300 تومنه، به جای اینکه خارج مثلا 80000 تومن اینجا قاچاقش کنیم، این لیتر 300 تومن رو میتونید به محصولات پتروشیمی تبدیل کنید. گازوئیل کل روسیه رو بگیرید، گازوئیل کل ایران رو بگیرید، گازوئیل کل کشورهای عربی و عربستان رو بگیرید، اینا رو بگیرید، یا گازوئیلی که روسیه به هند میده، هند میتونه این کارو کنه، یا تمام کشورهای عربستان گازوئیل روسیه رو میگیره، ایران میتونه بگیره و لیتر 300 تومنه، 400 تومنه. حالا چه ارزان سازی به وجود میاد. یعنی همه محصولات مشتقات نفتی رو نگاه کنید، گازوئیل رو نگاه کنید، بنزین رو نگاه کنید، مازوت رو نگاه کنید، روغن رو نگاه کنید، نفتا رو نگاه کنید، همشون به یک واسطه گاز متان تبدیل به محصولات پتروشیمی میشن. اگر گازوئیل رو خیلی ساده با آب شور و کربنات کلسیم ادغام کنیم، در درون یه لوله مسی بریزیم، گازوئیل تبدیل به گاز متان میشه. الکل هم همینن. آبم با کربنات کلسیم با اون تبدیل به هیدروژن میشه. خب با جوشش اینا. خب اگر ما گازوئیل رو الان داریم لیتر 300 تومن، به جای اینکه قاچاق میکنیم، به جای اینکه اون رو میبریم اونور اونا تولید کنن، خب گازوئیل رو داخل کشور میای چیکار میکنی؟ به گاز متان تبدیل میکنی، یا به صورت مشعل انجامش میدی، دو منظوره سوخت دو منظوره، یا مستقیما به گاز متان تبدیلش میکنی. چرا نمیگن؟ چون گازوئیل با 300 تومنه بهره وریش افزایش میده، همه اقلامو کاهش میده. اونایی که دیگه از بنزین هم استفاده میکنن به جاش میتونن گازوئیل استفاده کنن، راننده ها میتونن گازوئیل سوختشو کمتر کنن، مسافرت یعنی هزینه رفت آمد کمتر بشه و بتونن همه چیز رو شکل بدن. این گرانسازیه که دارن میکنن. حالا کل کشور دنیا، مثلا الان تو آمریکا مثلا سوخت گاز مثلا داخل ایران 5000 تومنه، اونجا فکر کنید مثلا 5000. خب شما وقتی اینجا گازوئیل دارید، اگر گازوئیلی که مثلا روسیه میده، گازوئیل رو بیارید داخل کشور با لیتری 300 تومن، اروپا با آمریکا با روسیه بیاد گازوئیل بده، مثلا اروپا به روسیه گازوئیل بده، ایران به ترکیه گازوئیل بده، همه کشورها رو گازوئیل بده، این گازوئیل رو برای تبدیل محصولات پتروشیمی استفاده کنه. یا نه اصلا گازوئیل روسیه رو بیاره داخل ایران، چین هم بیاد، هند هم بیاد، همه کشورها بیان داخل ایران، گازوئیل رو تبدیل به چی کنن؟ گاز متان کنن. گاز متان به اتان، اتیلن، پلی اتیلن تبدیل میشه و اتیلن پلی اتیلن به پلاستیک تبدیل میشه، پلیمر تبدیل میشه و این خودش به محصولات پتروشیمی تبدیل میشه. حالا نحوه تبدیل گاز متان رو اول بگم. تبدیل گاز متان رو بگم. گاز متان خودش به مایع تبدیل میشه. ببین فراینده گاز به مایع، مایع به گاز، گاز به جامد، مایع به گاز، اینا باعث میشه سوختهای جامد به وجود بیاد، سوختهای مایع به وجود بیاد. ببین حوزه گاز به مایع جی تی ال رو انجام میدن. روش این که گاز طبیعی رو، متان رو میگیرن، اون متان رو که گرفتن سنتز انجام دادن، یه ریفورمینگ انجام میدن، با اکسیژن ترکیبش میکنن، مونوکسید کربن هیدروژن ایجاد میکنن. این مونوکسید هیدروژن سنتز فیشر تروفیش انجام میشه، حالا گازوئیل از اینا به وجود میاد. خب این از این جایگاه عملیش هم حالا اون ال پی جی که اینو میبینید. حالا شما برید همین گازوئیل رو بگیرید چیکار کنید؟ گازوئیل رو میگن که چگونه با متانول ادغام کنیم یا با اتانول ادغام کنیم. این عزیزان که خوشفکر هستن، خب به جای اینکه میخواید ادغام کنید، گازوئیل رو میریزید تو آب شور، یا داخل آب شور ریختید، اون بحث‌های گازوئیل رو ریختید تو آب شور، لیتری 300 تومن از فرانسه، از روسیه میگیرید، ارزونشو میاد به گاز متان تبدیل میکنید یه 1000 تومن، 2000 تومن، حالا اونا میخوان 80000 تومن بخرن دیگه، میخوان به جای اینکه برن بیرون، خب این رو تبدیل به محصولات پتروشیمی میکنید، به کل اروپا و سایر جاها تبدیل میدید و اون رو اینه. حالا کل این آمریکا هم بیاد نمیدونم رو گاز بره، اینا بره. خب گازوئیلی که ما رو روسیه اومده فرصتی است که برای این کار بکنه. حالا مستقیما گازوئیل به متان تبدیل میشه. روش اولش گازی سازیه، عمدتا در محدوده 312 و 325، یعنی کربنش 1225، اکسیژن رو بخار آب قرار میگیره، تحت شرایط دینامیک میگیره گازوئیل. یک گازوئیل گاز رو میگیرید، بعد گاز سنتز ازش خارج میشه، مونوکسید کربن هیدروژن به وجود میاد. یعنی شما هر چیزی که مونوکسید کربن هیدروژن کنید، این مونوکسید کربن هیدروژن قابلیت اینو دارن که به گازوئیل تبدیل بشن. حالا تمام سوختار رو ببینید، این گازها و اینا وجود دارن. بعد متاناسیون کاتالیسی به وجود میاد. بعد از اینکه سنتز کردید، حدودی دمایی قرار میگیره، بر اساس اون گازهای مونوکسید کربن با هم واکنش میدن، متان و آب تولید میکنن. حالا این متان و آب با هم ترکیب شدن، متان و آب با هم چیکار میکنن؟ متان و آب، این گاز طبیعی به وفور یافت میشه. بعد متان، میادین گازی، مراتب مقرون به صرفه‌تر تبدیل گازوئیل به متان.
یا متان به گازوئیل. حالا خود گازهایی که شرکت‌های گاز و نفت اینا دارن این رو مستقیما اگر به گازوئیل تبدیل کنن میگن آقا قیمتش ارزون‌تر میشه دیگه. از اول اینجوری قیمتش ارزون‌تر میشه ولی 300 تومن میخوان 80000 تومن بفروشن، باز میبینی باز گرون‌تر میشه. یعنی شما گازوئیل بگیرید متان رو به گازوئیل تبدیل کنید، حالا این رو بگیرید متان رو به گازوئیل تبدیل کردید، بیاید چیکار کنید؟ به محصولات پتروشیمی تبدیل کنید. کل فرآوردهای گازی روسیه رو بیارید داخل ایران، به فرآورده گازوئیلشو بیارید داخل ایران به گازوئیل تبدیل کنید. حالا از همونجا تبدیل به محصولات پتروشیمی کنید، به جای اینکه بره هند بخوام بفروشن خام فروشی کنن، همینجا به محصولات پتروشیمی تبدیل بشه، محصولات پتروشیمی رو انجام کنید. حالا محصولات پتروشیمی قیمتش 7 برابریه. حالا ببین شما ببینید با گازوئیل چقدر راحت تولید میشه. قیمتش میشه 300 تومن، اما بنزین 300 تومانی، گازوئیل 300 تومانی. حالا خودروهای مختلف رو شما در نظر بگیرید. الان بنزین مثلا لیتر 5000 تومن میخوان 30000 تومن کنن، گرون کنن، 30 قلم رو باش گرون کنن. خودروها رو از حالت بنزینی در بیارید، اون حالت باک‌های بنزین رو با یه مس عجین کنید، مثل این لوله‌ای که اگزوز داره، درونش گازوئیل و آب رو ادغام کنید، آب شور رو ادغام کنید، اون رو تبدیل به چی کنید؟ گاز کنید. گاز رو استفاده کنید، دوزگان سوختش کنید، یا گاز رو تبدیل به برق کنید، گازوئیل رو تبدیل به برق کنید. خب این تمام انرژی های ایران به سمت خیلی ساده میاد. یا میتونید از موتورهای دیزلی یا مشعل گازسوز استفاده کنید. از این طریق هم میتونید اینو انجام بدید. حالا شما میتونید حالا برید این کاری که انجام دادید، مراحل تبدیل گازوئیل به متان چیه؟ گازی سازی، متانوسیون. گازی سازی رو انجام میدید، متاناسیون انجام میدید، آشنایی با ساختار گازوئیل و متان انجام میدید. بعد از این طریق میتونید تعویض مشعله یا نصب کیت تبدیل دوگانه سوز به وجود بیارید. اگر قراره که بنزین رو گرون کنید، آدم کشی کنید، قتل کنید و این کار کنید، اینه شما تمام بنزین گازوئیل های روسیه رو بیارید داخل ایران، این رو تبدیل با اون کیت های دوگانه سوز تعویض مشعل تبدیلش کنید به گاز متان، گاز متان رو به متان اتیلن و پلی اتیلن تبدیلش کنید به مسائل. گازوئیل رو اصلا در درون آب شور قرار بدید، یک کاتالیزور به نام پودر آهک یا یکم جوش شیرین سرکه بتونه کربن دار بشه، اما خودش هم داره چون مونوکسید کربن تولید میکنه. گازی که خفه کنندگی تولید میکنه، گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه، مونوکسید کربن تولید میکنه، دی اکسید کربن تولید میکنه. گازوئیل که از نوع الکل ها دیگه متان هم نمیخواد، دیگه متانول هم نمیخواد، اتانول هم ترکیب نمیخواد. ترکیب گازوئیل با آب شور کربنات کلسیم این رو تبدیل به گاز میکنه، از درون لوله مسی تبدیل به گاز میکنه، اون گازش باید متان تولید کنه، هر چیزی از باید متان تولید کنه. متان تولید کردید تبدیل به محصولات پتروشیمی، یعنی تولید محصولات پتروشیمی با گازوئیلی از روسیه میگیرید یا از جای دیگه از داخل ایران وجود داره، به جای اینکه بره اونجا 80000 تومان فروخته بشه داخل ایران میشه 500000 تومان. دیگه قاچاق هم صورت نمیگیره و زیان نمیکنید، بهره وری رو شکل بدید تو تمام کشورها نجات پیدا کنید. سوختهای بنزینی ماشینا رو هم میتونید به این صورت تبدیل کنید. حالا این برای اینکه یه شکلی هم نگاه کنید خیلی راحت‌تر دستتون بیاد، اینو نگاه کنید. شما فکر کنید این مثلا الکل آب، اون تو سخنرانی گفتم آب باشه، بهش آب شور رو میتونید الکل اضافه کنید، میتونید روغن اضافه کنید، گازوئیل اضافه کنید، متان اضافه کنید، متانول اضافه کنید، حالا بنزین اضافه کنید. حالا میبینید این آب شور میشه گاز. ببینید شما یه لولر میگیرید درونش اینجا آب و الکل، حالا آب الکل ببینم بیا جلوتر، ببینید اینجا حتی آب هم باشه الکل هم باشه این کارو میکنه. ببین الکل داره میذاره. حالا شما فکر کنید بنزین هستش، بنزین رو با چی بریزید؟ بنزینو حالا اینجا الکل، شما آب شور بریزید توش بنزین بریزید، گازوئیل بریزید، آب شور بریزید بنزین بریزید، آب شور بریزید روغن بریزید، آب شور بریزید الکل بریزید، آب شور بریزید گازار بریزید. حالا اون رو از درون لوله مسی میذاری، اون درون لوله مسی گذاشتی، داخلش هم یه پنبه اینا میتونی بذارید که خود به خود خودش تولید کنه و این اون نخی که وجود داره برای فتیله سازی و اون لوله مسی که وجود داره. خب این لوله مسی گذاشته سرش یه فتیله دار، این فتیله که میذاشتن چراغ نفتی اینا، این کار میتونید شما گازوئیل تبدیل کنید، به ارزون سازی تبدیلش کنید و این سایر ساختارها. پس چیز دیگه ای نیست. پس ارزان سازی ها تولید این هرچی هم تحریم کنن هیچ کار نمیتونن بکنن، چون تمام بهره وری رو وقتی رعایت کنید خودشون شکست میخورن. یا کیتای دوگانه به وجود بیارید، تبدیل گازوئیل به گاز متان. موفق و مؤید باشید. اندیشکده نخبگان دلو. این رو هم یه آقای خط داد، یعنی به ما اینو من اومدم سخنرانی کردم. موفق و مؤید یا علی یا من.